سلام دوستان، خوش اومدید به یه ویدیو جدید دیگه. ایکسن هستم و اومدم یه ویدیو چالشی بریم. امروز همه چیمو نوبی کردم و به ست اولیه بازی برگشتم تا یه دست گیم پلی بگیرم ببینیم آیا بدون اسکین میشه بازی کرد یا نمیشه بازی کرد. خلاصه چی میشه. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. حتما حمایت کنید. خودم که بدون اسکین به شخص نمیتونم بازی کنم، حتما باید اسکینی داشته باشیم. حالا بریم ببینیم چی میشه. Let's go. خب دوستان یک کلاک ببریم ببینیم چه اتفاقاتی میفته دیگه. اصلا همه چی رو نوبی کردن، اوقابی میدن اصلا هیچ. یه بندی تو لابی داشت کیر میریخت، اونو کشفی کردم، اونو گرفتم. اولین نفر همونو داره داشت دنسمنس یاد میزد. اینجا دیدم پرید پایین، رفتم سراغش گفتم مرتی که الدنگ نگاه خدا مبین از خستگی دوستان. بله همونطوری که مشاهده میکنید بدون اسکین اصلا هلمتی نه وستی هیچ، همش میره رو وست. اصلا یه ترکیب سمی میشه. اینجا منو میزنن، اصلا احساس میکنم اینجا بود میمیرم. ولی چون سول اومدم خوشحالم. از اون ریوایوی هست که میتونید خودتون رو ریوایو بدید 5 ثانیه. این دبل ویکتور رو گرفته تو دست بیاد سرویسه. دوستا اینجا ناکنه شیری منو زد. با چه گانی زد؟ با ووت بکر یه دونی زد اصلا نیست و نابود شدیم ما. خب ریوایو شدیم، یه کات ریز زدیم، بریم بیایم. خب دوستان این یه تیکه جای ویدیو از همینجاش جنجالی تر. اصلا استراتژی که به کار بردم هر کس نمیتونه اینجا به کار ببره. واقعیت داستان فقط نگاه کنید، تمرکز کنید، سخنی نمیگویم. استراتژی سمی اینجا به کار میبرم من. این کارکتر خیلی به درد می‌خوره، مثل بقیه کارکترها به درد بخوره. این به همینجوری اشتر داشتم میداختم. الان اونی که من زده میزنم. نگاه کنید اینجا داره میره دنبال من. یکی زدم، اینو زدم. اومدم این وقتشم بگیرم اسکین
سراغ دنبال به این استراتژی که بخواه بردن دوستان به همین راحتی دارم. نم خدافظ داداش، برو پی بازیت، برو پی بازیت مرتیکه. دوستان حتما حمایت کنید، لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. تو خدا این همه زحمت هر روز داریم ویدیو میذاریم واسهتون. یه حمایت به ما نمیرسه، واقعا یه حمایت به ما نمیرسه. حمایت کنید دیگه. خب هیچ خبری که فعلا نیست دوستان، خبری نیست واقعا. یه نفر یه دونه انمی ریزی دیدیم، زدنش یخ زد. این حال اینجوریه که قفل میکنه ولی هد میزنی. اینجا عمر زدم که این که داشت اونو میزد کدوم بره. آدم عمر خورد اون زاره جهان گفتم که تیکی تنیده زنی تیکی تو در میری آقا. چه خبره؟ دستان از چه قراره؟ خبری نیست دیگه. اینجا یه حرکت سوسکیه دیگه زدم، خیلی سوسکیه. رفتم دارم لوت کردم، دوباره رفتم بالا. و این لحظه ها یه سوتی خیلی بدی میدم دوستان. اینم از ما خوردم. با گرفتار یه لحظه اینجا حرکات سوسکی بیش اومد. اصلا باید داره قرمز شد. یعنی یه سوتی هم دادم، کارکتر رو زدم، باید یکم میموندم اون لحظه. اونم به رحمت خدا رفت. نه اینجا یه سوتی بد دادم آقا، سریع کارکتر رو دادم به هوا، همون بود بمیدیم. ولی خدا بشه که ایزد منان هنوز زنده ایم. امیدوارم که داشت لذت ببریدی. این گیم حساس و هیجان انگیز به خوبی درگیری بودیم. همه دارم میپرن اون ور، داستان اون ور دادش، این ور خبری نیست مثل این گیم شولزون. آره دیگه خلاصه که اینی بیا این نمی‌ها رو ما نمیبینیم، مثلا نیستن، هستن ولی ما نمیبینیم. یه دمیج ریز که اون الان باید میمرد از اون بر.
بیشرف زد. این کاری که خیلی مزخرفه. اینجا این از پشت زد. اصلا یه لحظه دیگه فشارم زد بالا، بعدم زد بالا دیگه. اینطوری از پشت ما رو زدن. خلاصه که دوستان این بود از ویدیو امروز. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه تا یه ویدیو خفن دیگه. خدا نگهدار.